شعبه وزارت کورهای داخله در شهر بختر با عریضه مرد 35 ساله ساکن همین شهر مراجعت نموده است که روز 22 سپتامبر سال 2021 تخمین ساعت 17:10 هنگام در نزد کوخ وطن واقع در کوچه وحدت شهر مذکور در حالت مستی قرار داشتنش مرد 27 ساله ساکن نویه کوشانیان که پیش با ماده 244 248 و 334 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است و مرد 29 ساله ساکن نویه بخش با او جنگ و جنجال نموده او را لطکوب نمودند. سپس یکی از گمانبر شوندگان با کارد 2 مرتبه به اعضای بدن جبر دیده زده است. در نتیجه نامبرده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 292 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده اولای ماه فوریه سال 2021 با راه فریب به باوری مرد 29 ساله ساکن پایتخت درآمده از او یک عدد автомашین تمغه تویوتا کمری سی را به مبلغ 160,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته автомашین را به مبلغ 105,000 سومانی فروخته مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همین طریق نامبرده اولهای ماه می سال 2020 با راه فریب به باوری مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه درآمده از او автомашین تمغه تویوتا کمری سی را به مبلغ 155,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته автомашین را به مبلغ 98,000 سومانی فروخته از این مبلغ 35,000 سومانی را برگردانیده باقی مانده 120,000 سومانی را تا حال برنگردانیده است. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی با عریضه زن 55 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه اپریل سال 2020 مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش درآمده از او به مبلغ 17,200 دلار امریکایی جهاز خانه را نرخ گذاری کرده گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. روز 23 سپتامبر سال 2021 تخمین ساعت 06:00 راننده автомашین تمغه اوپل استرا اوچیلوف شریف جان محمد جانویچ سال تولدش 1991 ساکن جماعت دهات اونچی نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوک در حدود نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده автомашین را به طرف چپ را چپ نموده است. در نتیجه مسافر автомашین مذکور محمد جانوف انورجان محمد جانویچ سال تولدش 1997 ساکن امین نویه جراحت وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.